گیربکست باز کردیم. به صفت که دست نزدیم. حالا ما داخلش هم میگیریم ببینیم. باز کردیم داخلش هم میگیریم چیش خراب و چیش خراب نیست. این هم از داخلیش الان باز کردیم. حالا مغزی کشویی در میاره میبینیم. آهربا رو میبینیم چقدر بهش آهن چسبیده، لجن چسبیده. این هم از آهربات کلا لجنه. این هم از لوازمات که الان اومد. حالا فاکتور این چیزاش هم میبینیم چقدر شده. لوازماته دنده و منده و بلبرینگ و این چیزا. دنده برنجی تو این دنده برنجی و اینا چسب و مغزی کشوی مهر و فاسنمد و واسکزین و بلبرینگ این چیزا هست دیگه. کارکل کم مغلا دیگه. حالا میبینیم چی شده عزیزی. گیربکس رو داغان کردیم. این هم از شافت اصلی الان میخوایم داغان کنیم. مغزی کشوی نو میندازیم. بعضی می فیلم برات میگیریم. این از برنجی، دوتا برنجی 3 و 4 مغزی کشوی نو. این هم مغزی کشوی کهنت، برنجی های کهنت. آره شافتت داغان کردیم. این هم از شافتت. وسایل های دیگه خراب باشه اونم عوض میکنیم. حالا ببینیم چیه. اونم از وسایلات. این هم مال شماست. خب مغزی کشوی نوت هم انداختیم. برنجی نوت هم انداختیم. اینا هاش. اینم شافتت. اینم از کهنهات. خب الجان شستی بشور ببندیم.